شب 27 به 28 نوامبر سال 2022 حرارت هوا در ولایت اوقمولا در شمال قزاقستان یک بار پایین رفت و تا 17 درجه سرد شد. این باعث در سرمای قحطان در راههای این ولایت در ماندن ده ها نفری شد که عزم سفر روسیه داشتند یا از آنجا برمیگشتند. آنها اساسا مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان بودند که باید از روسیه سفر میکردند. نجات بخشان دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوقمولا در دوام شب گذشته در مجموع بیش از 80 نفر را از راه‌ها به نقطه‌های گرم آورده جابجا کردند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوقمولا، نجات بخشان این نهاد همراه با کارمندان پلیس شب 27 و 28 نوامبر از جمله به سبب سردی از یک اتوبوس مسافربری که در شهرهای اکاترینبورگ الماتا در مانده بود 62 نفر از جمله 8 کودک را به مکان امن و گرم کوچاندند. 10 شهروند روسیه، 10 شهروند ازبکستان و 42 شهروند تاجیکستان را در مرکز امایش اجتماعی شهر کوکشتاو جای کردند. کسی آسیب ندیده است گفته می شود در اطلاعیه. بنا به اطلاع دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوقمولا شب 27 و 28 همچنین یک ماشین بارکش به سبب یخ کردن سلیارکش در نزدیکی دهه بستاو در نویه ادبسر در مانده است. از این ماشین 4 شهروند قرقیزستان را به مکان گرم انتقال دادند. همچنین یک اتوبوس و 4 نفر دیگر را از یک راه در نویه ارشلی کوچاندند. دپارتمنت ولایت‌های فوق‌العاده ولایت اوقمولا از همه خواسته است که در صورت دریافت پیامک درباره بسته شدن راه به سفر نبرایند.